نقالی شاهنامه به زبان انگلیسی قسمتی از برنامه نوروزی موزه اسمیتسونیان بود که یک شنبه گذشته برگزار شد. در این برنامه زانته گرشم به نقالی پرداخت و آرش مرادی با نواختن سازهای گوناگون او را همراهی کرد. به گزارشی از این مراسم توجه فرمایید. نقالی شاهنامه به زبان انگلیسی. زانته گرشام 13 سال است که داستان‌های شاهنامه را اجرا می‌کند. او عموماً در موزه بریتانیا در لندن و موزه اسمیتسونیان در واشنگتن شاهنامه خوانی می‌کند. من ایرانی نیستم، اما دور و بریام برام داستان‌های شاهنامه تعریف می‌کنن. همین همکارم آرش همیشه داستان‌های جدید داره. زانته زیر نظر یک کارشناس شاهنامه در موزه بریتانیا به نام وستا سرخوش کورتیس آموزش دیده. Yes, well, Rustam is like Hercules, or Hercules is like Rustam. رستم مثل هرکوله، در واقع هرکول مثل رستمه. ایرانی‌ها خیلی دوستش دارن، یه حماسه واقعیه، داستان پدر بزرگ، پدر و پسر. در کنار زانته آرش مرادی با سازهای مختلف به این داستانها روح میبخشد. تو خود شاهنامه هم اومده فردوسی میگه خود رستم تنبور مینواخته. خیلی جاهایی سعی میکنیم که بچه‌ها رو بکشیم تو خود چیز، بیان روی نقش بازی کنن رو سن. چیزای تاریک از نقش‌های خیلی ترسناک، یا داستان بیژن و منیژه که بیژن توی چاه افتاده اونجا، مثلا داره حرف میزنم باش صدا مثلا انعکاس داره، مثلا اینا هم که بهشون رینگینگ باول میگن، شمال تبت اینا صدای داستان ضحاک مارا. یکی از ویژگی‌های کار زانته این است که در طول اجرا تماشاچیان را به روی صحنه صدا می‌کند و در اجرا شرکت می‌دهد. نگار مرتضوی، صدای آمریکا، واشنگتن.